ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار هفتم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هیجا. مرحمت گوش کنید. در بارگاه و ستادها، لاردها و گنرال های انگلیس دستی ندامت می گزیدند که سستی کردند، غفلت کردند، به روسیه امکان پیش دستی دادند و لقمه شیرین، ثروت هنگفت از دست رفت و اعتبار پیشرفتی در جهانگیری کاسته گردید و این حال به شأن دولت کبیر نمی زیبد و با این شکست هیچ تن دادن ممکن نیست و به گماشتهشان در شهر پشاور دستور دادند که جاسوسان و بازرگانان و سیاحان بهتر و پرثمرتر کار بکنند، پول و مال را دریغ ندارند و گماشته از نام دولتش کفیل شد و به امیر پیغام فرستانید: پیمان با ما سوس کردی، آمد بسرت از هرچی می ترسیدی. ولی این آغاز کار است که موژیک‌ها سمرقند را گرفتند. روزهای سخت‌تر در پیش. حالا هم فرصت هست. اگر امید عافیت دارید تکیه به ما بکنید. آسایش و پرورش شما احتیاج به حمایه ما دارد. ولی فرستاده نامه را نتوانست به امیر رساند. جاسوسان و کنسول هوشیار و در همه جا تیار بودند و او ناچار به خوشبگی روی آورد تا که وی رأی امیر را بگیرد و خوشبگی جواب داد. امیر مو الحال بعد شرطنامه صلح در زیر بلاغ به رخصت کنسول روس یارای از کتف راست به کتف چپ تکیه کردن ندارد. در این وضع چگونه بتواند تکیه به یاری شما بکند؟ و گماشته بریتانیای کبیر راه و رویشش را دیگر کرد. به ناراضیان، به مستقلیت خواهان، به تخت طلبان امید بست و این زمره مردم غالباً در حوزه شهر سبز غون آمده بودند و مخالفت نهان و عیانشان در هر مورد برعلا ظهور می کرد و این ولایت در مقاومت به امارت تجربه و عنعنه دیری نیز داشت. با امیر سابق پدر امیر وقت 20 سال جنگ کرد ولی سر نفرآورد و فقط بعد از 20 سال زنوکوب سال 1856 ظاهراً تابعیت را به گردن گرفت، اما این اطاعت زبانی بود نه عملی. و در همین جنگ امیر با روس‌ها هنگام لشکرکشی جورابیک حاکم شهر سبز اول راضی شد که سپاهش را به هیجا میبرد، اما نبرد. از نصف راه برگشت و امیر در دل به او کینه داشت، لیکن ضرور باشد روا باشد. آن خیانت را گویا ندیده گرفت و پسرش را وکیل کرده نزد جورابیک فرستانید که
احوال سمرقند تنگ شد. به یاری روید. من به عوض خدمتتان به شما 50,000 تنگه طلا و قریه یکابک را می دهم. ولی جورابک وعده داد و اجرا نکرد و به مدافع سمرقند نرفت و سربازان سرسپرده که در ساحل سردریا شاهد گریختن سرلشکر بودند و مدافعانی که به فرمان آخوند کلان دیوار قلعه دیزک را خاکریز کردند و سپاهیانی که در جنگ‌های قطکرغان، سمرقند و زیر بلاغ شکست خوردند و می دانستند که سبب باختشان امیر بزهکار و بی تدبیر است. با امید ظفر به شهر سبز آمده بودند و کتتوره عبدالملک که در محاربه ها شردی رو با تدبیر بود به شرط های صلح راضی نشد. اعتراض کرد و از کرمینه از رکاب پدر رو گردان و سپاهش را آورد به اینجا. و در سمرقند مردم شنیدند که بیکیگری های شهر سبز و کتاب از اطاعت امارت بخارا برآمده اند و عبدالملک صلح امیر و کاوفمن را خیانت به ملک و دیانت اعلام کرده است و پشت مردم گرم شد و امید به دلشان درآمد و روح گرفتند که فرزندان به ناموس هستند و ناموس وطن را نگاه می دارند. و حاجی ظریف بی‌دیانت که 10 سال پیش از این به زیارت خانه کعبه رفت و از آنجا برگشته عنوان حاجی گرفت و همون وقتها از کعبت الله در غلاف طلا یک تار ریش آورد که تار ریش محمد پیغمبر است و غلاف را در محراب مسجد ماند و مردمی ثواب طلب و دواجو توده از هر گوشه و کنار به زیارت موی مبارک می آمدند که ثواب گیرند و به 101 درد و رنجشان دوا یابند و نذر می دادند و شرافت همین تار ریش بود که حاجی ظریف پول و مال زیاد جمع آورد و داراترین آدم در آبرو زرفشان شد و شهرت یافت و مریدان بسیاری دارد که به او خدمت کردن را شرف می دانند و او برای آزاد کردن سمرقند از کافران لیوا برداشت و مریدانش پیش برآمدند و خلق بسیاری دنبال آنها رفتند و شورش برپا نمودند و ازدحام سابق قلعه حاکم را که الحال ستاد حربی روس بود به محاصره گرفتند و محاصره 1 شبان روز دوام کرد و در روز دوم از تاشکند پولک کزاکا به یاری عسکران سمرقند آمد و در 3 ساعت شورش را پخش کرد و کزاکها فقط به کشتن خلق بی سلاح قانع نبودند. مقتولان را نیزه و شمشیر زده تیکه و پاره می کردند که به همه سرکش و نافرمان ها درسی عبرت بشود و من بعد کسی جرأت نداشته باشد که جانب عسکری روس علا نگاه بکند و حاجی ظریف با مریدانش به شهر سبز پناه بردند. جای مشورت را حولی ملا آزاده معین کردند و این ملا آزاده اصلا از قرشی بود و طبیعتا آدمی عادل و عدالتخواه که به عدالتی را بیند بی‌طرف ایستاده نمی توانست و حتما شریک می شد و به قاضی خانه می کشید و ضرور آید مشت و لغت هم می زد و بعدی گریبانداری و قاضی دوی های زیاده تجربه اندوخت و یقین دانست که بی انصافی، جبر، ستم خانه در قاضیات و مفتیات دارد. به اینها امید بستن مانند به درفش مشت کوفتن است و
خر و خنگل کرد و راه مکه و مدینه را پیش گرفت و دشت و بیابان طی نمود. مدینه پایتخت خلافت و پشت و پناه احکام شریعت بود و عالم اسلام فرموده آن را عین ثواب می دانستند و بیچون و چرا قبول و اطاعت می کردند. و خلیفه عرض مولا آزاده را شنید که در امارت بخارا شرع شریف را پاس نمی دارند و به سودا مانده اند و می فروشند و اگر گویم که از نام احکام شریعت پوست مسلمانان را می کنند و خونشان را می مکند دروغ نمی شود. و خلیفه خشت با مهر خود به او داد. ببر، به امیر نشان بده، عدالت برقرار خواهد شد. و مولا آزاده آن خشت را آورد به بخارا و به دست امیر داد، ولی حال و احوال بهتر نشد، بدتر شد. و مولا آزاده ترک قرشی کرد، به شهر سبز آمد و بین مردم شهرت زیادی داشت و عامی ها او را اولیا می گفتند و مولاها پیرشان می دانستند و کتتوره عبدالملک بیک بایسون به او دستی مریدی داده بود. به مشورت بیک های شهر سبز و کتاب و بیک فراری کتقرغان و اشور 500 و سردسته های سربازان در جنگ های دیزک، سمرقند و زیر بلاغ شکست خورده ولی تسلیم نشده آمدند که سبب شکست را در بی‌صلاحیتی امیر می دیدند و بحث و مناظره با دسترخوان و آب و نانش 2.5 روز طول کشید. صلح شرمنده‌بار است، صلح زیر بلاغ. خلق به شور آمده است، به پا خسته است. امیر خیانت کرد، ما قصاص میگیریم، وی فروخت، ما بر میگردانیم. و مولا آزاده در این 2.5 روز 3 بار وضع افت. به هیچ وضع روا نیست که سپاهی بیگانه به خاک ملک ما درآید. بدانید لشکر غیر یک بار به این ملک درآید دیگر برگشته نمی براید. 100 بهانه می یابد ولی نمی براید. مثالش در تاریخ بسیار. یک نمونه تازهش پیش چشم خودمان، شهر تاشکند و مضافات‌های اطراف آن. رازنی و غارتگری اوج گرفته است. گفتند و در آمدند که ما آرامی و آسایشتگی شما را کفیل می شویم. بعد ترتیبات خود را جاری کردند، گویا که آرامی و آسایشتگی دست داد، ولی بیرون نرفتند که ما هستیم که ترتیبات را نگاه می داریم. مردم شورش برداشتند، شورش را پخش نمودند که شرط صلح و صلاح را ویران کردید. باز بیرون نرفتند. همینطور در هر حالت وجه پیش می آوردند و بیرون نمی روند. یگانه راه درست دفاع است که لشکر بیگانه به ملک ما ندرآید. و 3 دفعه هم اهل مشورت در تقویت سخنهای او آواز بلند کردند. لشکر بیگانه را امیر آورد بر سر ما. اول امیر را واژگون باید کرد. جاسوسان خبر به امیر و گنرال گوبرناتور بردند و در بخارا و سمرقند و شهر سبز به حرب و ضرب آماده می شدند و در بین مردم قرشی شورش برداشتند و حاکم سرش را گرفته گریخت و خلق به عبدالملک آدم فرستاد، زیرا رسم بود که پادشاه از اولاد پادشاه می شود. بیگانه را پادشاه ماندن غیر شرعی است. به خداوند خوش نمی آید و برکت می پرد و ملک ویران می گردد و عبدالملک امیرزاده است و تحت امیری به او حلال است. و عبدالملک دعوت مردم را فال نیک دانست و به قرشی آمد و در کرسی حاکم نشست و دعوای ارک بخارا می کرد و امیر به او فرصت خروج نداد. فوراً به مقابل وی لشکر کشید و سپاه عبدالملک را زده از شهر برآورد، ولی پره تارمار کردن نتوانست. این حرب و ضرب به آخر نرسید. از بخارا قاصد آمد. امیرم، صادق از شمال بخارا هجوم کرد و امیر جنگ قرشی را نیمبود ماند و به جنگ صادق رفت و عبدالملک بازگشت 2 باره به قرشی در آمد. اصلاحات طلبان این دفعه
انبوه شدند. نامداران و نانداران از خرشی، از غوزار، از بایسون در میدان نزد دروازه غون آمدند و این ازدحام رأی داد که عبدالملک زیب خانی دارد و بر رسم سلاله منقید یک گوشه میدان را رفتند و چیدند و نمد سفید کلان را گستردند و با احترام عبدالملک را روی نمد شیناندند و از جمله آدمان مشهور یک دسته پیش برآمدند و آزاد بالای سر برداشتند. عبدالملک خان ماست. امیر به آسانی سر سرکشان صادق را شکست و به بخارا ندرآمد. با تعجیل به بالای قرشی لشکر کشید و سپاهیان پدر و پسر از دو طرف خروج کردند و در موضع جام روبرو آمدند و در این محاربه پسر به پدر غالب آمد و امیر به سمرقند رسول فرستاده از حربیان روس مدد پرسید. کور چی می خواهد؟ دو دیدگی بینو. حربیان روس هر دم پیت می پاییدند که حیله شرعی یافت شود و آنها بهانه بکنند و غصب آسیای وسط را بتیزانند و بعد غصب قلعه دزک که تصرفشان وسعت یافته و دامن می گسترد و عزمشان جذب می شد که شهر بخارا را هرچه زودتر بگیرند، مدد پرسیدن امیر برایشان یک مورد مناسبی بود که از غیب مفت آمده است و با میل خاطر و از جان خوشتر به مدد امیر رفتند و سپاه امیر و عسکر روس در یک جایگی به عبدالملک ضربه های پی در پی زدند و قرشی را آزاد نمودند. عبدالملک عقیب گشت و سپاهش را در شهر سبز غون آورد و با ملا آزاده به سر چنین مصلحت آمدند که هم امیر را از تخت افشاندن و هم عروس را از ملک راندن از کارهای آسان نیست. با دست تنها نمی شود، یار و طرفدار می باید. مردم نارضا بسیار، ولی در این مورد فقط با توجه و خیرخواهی کار پیش نمی رود. دستی شمشیرزن در کار. و عبدالملک نوکر خاصش روزی مراد را وکیل کرده به سمرقند، به کتقرغان، به کتاب، به خطیرچی و یک وکیل دیگر به حصار فرستانید. این وکیلان دلپرانه رفتند و با وعده برگشتند و دل عبدالملک از وعده پر شد و هواداری مردمی که انبوه شده خان ما تو گفتند روحش را برداشت و حاکم شهر سبز آتش تخنشینی دعوایش را دامن زد و رسیدن سپاهان مددگار را انتظار نشد و شب جانب سمرقند لشکر کشید و شهر را از دو سمت به نیم محاصره گرفت، ولی راه از طرف چارجو و تاشکند گشاده بود و حربیان امیر و عسکران روس بی ممانعت به یاری دسته های سمرقند آمدند و به لشکر عبدالملک ضربه هلاکت آور زدند و حاکم شهر سبز با ملاحظه کدام طرف شکست خورد به منفعت ماست سپاهیانش را به جنگ ندرآورد و نه تنها اتحاد قوه‌های مخالف امیر به دست نآمد، بلکه همان اقتداری که موجود بود از دست رفت و خلق مظلوم که بار گران جنگ‌های پی در پی به دوشش می‌افتاد و خانه خراب و خسته شده بود و تجربه اندوخته که روزی بهی از امیر و امیر بچه‌ها چشمدار نشوید، لوبیا و کدو لعنت به هر دو دلگرمی بیگان طرف نداشت و تماشاگری را بهتر دانست و عبدالملک ناچار به پناه دولت افغانستان رفت. امیر از تلاش و بلاهای عبدالملک یک درجه خلاص شد و به گنرال گوبرناتور مراجعت کرد که در گرم و گرمی محاربه ها شاه حاکم شهر سبز را از بیخش بشکند. حاکمان ولایت شهر سبز از اول یک استخوان استوار در گلوی امیران منقید بودند که هیچ فرو برده نمی توانستند. گاه صاف مستقل می شدند و گاه دیگر تابعیت زبانی می کردند، ولی پوره سر نمی فراوردند و همیشه فرصت فراهم آید از اطاعت می برآمدند
و خواهان زوال خاندان منقیتیان بودند و در جنگ قلعه دیزک از نصف راه برگشتن و همراه عبدالملک حرب نکردن حاکم حاضره نیز به همان سبب بود و امیر دائم از او خف می‌کشید و در دل خصومت داشت و برای قصاص گرفتن رو به دولت پرشفقت روس آورد و روس‌ها هم که هوسمند بودند تحت فرماندهی گنرال مایور ابراموف به این ولایت اکسپدیسی حربی فرستانیدند و این قوه ورزیده در برخوردهای نابرابر غالب آمد و حاکمان کتاب و شهر سبز بابابک و جورابک را اسیر گرفت و به تاشکند برد و خانه بند کرد و به هر احتمال شاید روزی در جای بکار آیند به آنها رتبه های حربی و آردن ها داد و این ولایت ها را به امیر ارزانی داشت و در ضیافت غلبه گنرال مایور بین افسران عالی رتبه و اشرافان عالی تبار قدح برداشت که چشمشان را ترسانیده ماندن در کار بود. فردا این تجربه باز در کار می شود و در بخارا به دوستمراد مهندس از روزی مراد نوکر خاص عبدالملک نامه رسید: استاد، ما شمشیر به غلاف نمانده ایم تا جان در رمق داریم، علیه بیدادی و بی‌صاحبی مبارزه خواهیم برد. و دوستمراد در این هنگام دردی بیدرمان دلش را روی کاغذ می آورد. جماعی وزیر و رئیس و قاضی که خود را امارت پناه و رسالت پناه و عدالت پناه و شریعت پناه می گویند و می دانند، در اصل با دو چشم سر دیدیم که غارت پناه و رزالت پناه و جبر پناه و کثافت پناه هستند. در 100 سالی که حکمرانی می کنند لااقل همین قدر نفهمیدند که شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. به این حکمت عقلشان نرسید، ولی در قباحت عقل رسایی دارند که حکمت دولتداری نام نهادند و بنا به این حکمت اصول دولتداری عبارت است و تربیت کردن دلاله ها که خانه به خانه گردند و دختران خوشرو را پیش چشم بکنند. هر کسی از صغیر و کبیر به دربار بیاید شرط است که از آستانه با تعظیم زمین بوس به درون درآید و عقب رو با تعظیم زمین بوس بیرون براید. آن فلک زده کار افتاده که شرف انسانی را قربان طمع از طمع ها کرده است در رو بروی امیر رسم آداب را نگاه می دارد. اما اگر به مراد رسد حضرت سلامت باشند می گوید و اگر نرسد به 7 پشت وی لعنت می فرستاند که خدا کی جانی تو را می گیرد. کثافت فلاکت می زاید. اهل دربار و اهل رکاب در تعظیم زمین بوس و عقب رو راه رفتن آنقدر استا شدند و مهارتی دارند و چنان اونس گرفتند که آدموار پیش رو رفتن را صرف فراموش کردند. و این عادت خودناشناسی از ارک امیر برآمده به قاضی خانه در آمد و مثل وبا سرایت کرد و به حاکم خانه ها رفت و شهر و ده را فرا گرفت و این ملک امارت بخارا نام دارد الحال باششگاه لجامبدستان شده است که از هنرهای بیشمار عالم فقط هنر تعظیم زمین بوس و دقت عقب رو رفتن را یاد گرفتند و در علم و عمل دائما عقب رو می روند. و امیر هم در سیاست ملکداری عقب رو رفت. در پیش هرچی بود زمین و مال، شهر و ده، آبرو و اعتبار به عروس داد و خودش به عقب جانب شهر سبز هوس سفر کرد تا که تنتنه ظفر برپا نماید و حاجی توره را پیشکی به آنجا فرستانید از تشریف امیر خبر برد و دخترهایی را که پیشکش می کنند با چشم هر دویشان ببیند و حاجی توره محرمانه از باب دخترها به حاکم اشاره کرد و حاکمی نو که تا اندازه دست نشانده روسیه بود از شنیدن این سخن گاو گشت.
مرده را مانو تودخوری کن. زمانه دیگر شد. غولان بیابانی همان هستند که همان. حرمشان پراپوری زن. آن زنها در 1 سال روی امیر را 1 بار می بینند یا نه و نفس دارند و میل خدمتگاران و غلامان می کنند و در بارگاه فرزندانی به دنیا می آیند که پدرشان کیست کسی نمی داند و اینها ملکه و توره نام می گیرند و بیکو حاکم می شود. یکی از چنین توره ها را امیر بیکی چراغچی تعیین کرد و بچه در آنجا زیق نشود گویان به وی 100 نفر سرباز و 15 زن داد و آن تورة الفار در چراغچی دوردست خلوت خشک و بی برکت و دور از معرفت با رنج و اذیت روز به سر می برد و عقلش کندتر و جسمش ضعیفتر شد و خوش به جانش حال بد خود را نمی فهمید. شما گفتار 7 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.